باید با هم متحد شویم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه سخنرانی فرمودند، اعلام نمودند انما المسلمون اخوه، مسلم اخو المسلم و هم ید واحده علی من سوا. عالی جنابان، رژیم صهیونیستی و حامیانش بدانند حمله به دوحه نشانه قدرت نبود، بلکه از سر ناامیدی و استیصال بود. رژیمی که به موقعیت خود اطمینان دارد نیازی به بمباران مذاکره کنندگان ندارد. شما از هر خط قرمزی عبور کرده اید، هر منطق قانونی را نادیده گرفته اید، هر اصل رفتار متمدنانه را نقض کرده اید، اما ناخواسته کار مهم دیگری هم کرده اید. اراده جمعی امت اسلامی را بیدار کرده اید. مظلوم نمایی و قربانی نمایی شما دیگر نخنما و بی اثر شده است. جهان می بیند، ضبط می کند و به یاد می سپارد. رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است. ما در پاسخ اعلام می کنیم ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد، ساکت نخواهیم ماند.